اگه حس می‌کنید موقع فری استایل همیشه حرکات تکراری انجام میدید، توی این ویدیو قراره 3 تکنیک تمرینی الگوساز یاد بگیرید که باعث میشن دایره انتخاب‌های حرکتیت بیشتر بشه. حالا بریم سراغ تمرین اول. تمرین اول اسمش One Move Multiple Variations. این تمرین روی موومنت واریشن کار میکنه، یعنی باعث میشه یاد بگیریم که یک موومنت پترن مشخص رو نگه داریم و از طریق تغییر دادن ویژگی‌های حرکتی اون حرکت نسخه‌های جدیدی ازش توی اجراتون داشته باشید. حالا چجوری این تکنیک رو تمرین و اجرا بکنیم؟ کافیه یه حرکت ساده و قابل کنترل رو انتخاب بکنید و هر بار یک متغیر حرکتی رو تغییر بدید. اینجا ما اول ارتفاع اون حرکت رو تغییر دادیم، بعدش دامنه و اندازه حرکت رو، بعدش سرعت. حالا میخوایم این تکنیک رو وارد اجرای اصلی و فری استایلمون بکنیم. فقط کافیه که روی موزیک در لحظه تصمیم بگیرید که اون حرکتی که انتخاب کردید چه تغییرات دیگه‌ای میتونه داشته باشه. مثل این اجرا. یادتون نره هدف این تمرین صرفاً افزایش موومنت وکابولری شماست. یعنی باعث میشه بجای اینکه بریم دنبال حرکت جدید بگردیم، حرکتایی که بلدین رو پای مختلف اجرا بکنید و خلاقیت خودتون رو بیشتر بکنید. تمرین دوممون اسمش موومنت ریسپانسه. این تمرین روی موومنت ریلیشنشیپ کار میکنه. یعنی تمرکزمون دیگه روی خود حرکت نیست، روی رابطه بین حرکت هاست. توی این تمرین یاد میگیریم که حرکاتمون نباید یه تصمیم کاملا جدا نسبت به حرکات دیگه داشته باشن. به این شکل که بتونیم یک ویژگی حرکتی از حرکت قبل رو دریافت کنیم و با حرکت بعدی یک پاسخ حرکتی متناسب با اون رو توش بسازیم. حالا این یکی رو چطوری تمرین و اجرا بکنیم؟ این اجرا باید سعی بکنید که یکی از ویژگی‌های حرکتی قبلتون رو وارد حرکت بعد بکنید و با اون پاسخ حرکتی ایجاد بکنید، مثل این اجرا. و اینم فراموش نکنید که قرار نیست حرکت بعدی کپی حرکت قبلی باشه. قراره یه رابطه قابل تشخیص و نمایشی با حرکت قبلی داشته باشه. هدف این تمرین هم اینه که شما بتونید موومنت کانکتیویتی خوبی بسازید و همین اجرای فری استایل حرکاتتون جدا از هم اتفاق نیفتن و بتونید یک زنجیره حرکتی پیوسته، جریاندار و مرتبط به هم رو این اجرا بسازید. پس یادت نره که هر چقدر بتونی الگوهای حرکتی بیشتری بسازی، حین اجرای فری استایلت میتونی انتخاب‌های بیشتری داشته باشی و همین خلاقیت تو رو میسازه.